دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید. میدونیم با دیدن این ویدیو تمام سوالاتتون راجع به حروف تعریف نامعین پاسخ داده میشه. پس این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم و یاد بگیریم. اولین حرف تعریف نامعینی که میخوام بهتون بگم چی هست؟ حروف تعریف نامعین اول بهتون بگم چیه. حروف تعریف حرف تعریفی که برای اسامی به کار میره و نامعین برای اسامی ناشناخته شده به کار میره. در درس قبل، در ویدیوی قبل در مورد حروف تعریف اسامی شناخته شده صحبت کردیم. امروز در مورد اسامی ناشناخته، حروف تعریف برای اسامی ناشناخته صحبت میکنیم. اولین حرف تعریفی که اینجا نوشته شده اون هستش. اون برای اسامی مفرد، مذکر، ناشناس که با حرف صدادار یا بی صدا شروع میشه. پس وقتی میگیم اون لیبرو یعنی یک کتاب یا کتابی. وقتی در مورد عدد تعداد یک هم بخوایم بگیم از این استفاده میکنیم. پس وقتی میگیم اون لیبرو یعنی یک کتاب یا کتابی، نمیدونم چه کتاب، یک کتاب. یا اون اومو یک مرد یا یک مردی. خب تو این حالت استفاده میشه. برای اسامی مفرد مذکری که با حرف بی صدا شروع میشه مثل اون لیبرو. اوکی. اگر بخوایم جمعش بکنیم آرتیکل نامعینش رو، این اون تبدیل به دی میشه و طبیعتا اسمش هم جمع بسته میشه. دی لیبری. اون لیبرو یعنی یک کتاب، دی لیبری یعنی تعدادی کتاب. حالا اون اسمی که با حرف صدادار شروع میشه برای جمعش این اون به دی تبدیل میشه. حالا چون اوامو جمعش به قاعده هستش میشه اوامی. پس دلی اوامی، دلی اوامی. حالا یک مثال دیگه برای این میزنم. مثلا میگیم اون رگزو، یک پسر، یه پسری، نمیدونیم چه پسری، کی. خب جمعش چی میشه بچه ها؟ دقیقا این اون باید به دی تبدیل بشه. نگاه کنم که راحت تر نوشته بشه. دی رگزی، تعداد پسر، بیشتر از یه دونه. حالا برای حرف صدادارش مثال بزنیم دوباره. اون لیبرو، ببخشید اون البرو، یک درخت. خب حالا این اون باید به چی تبدیل بشه؟ دلی. دلی اینا با جمع بشه دیگه طبیعتا. البری تعدادی درخت. درست شد. این پس برای مفرد مذکر چه بی صدا چه با صدا فرق نمیکنه شروع بشه به این شکل، جمعش هم به این شکل هستش. حالا واسه یه مفرد مؤنث ناشناختمون باید آرتیکلمون اونا باشه. مثل اونم فینسترا، یک پنجره. اوکی. اگر بخوایم جمعش بکنیم میگیم این اونا تبدیل به دله میشه. دله اینجوری می‌نویسم که راحت تبدیل بشه. دله فینستره، تعداد پنجره. اوکی. حالا اسامی مفرد مؤنث. اینجا گفتیم مفرد مذکری که با حرف صدادار باشه اون میشه. حالا اسامی مفرد مؤنثی که با حرف صدادار شروع بشه اون آپوستروف میشه. مثل اون امیکا. اینجا اون امیکا مثل آرتیکل های نامعین نیست که یکی باشه. اینا متفاوت هستش. اون امیکا آپوستروف جمعش این بالا میشه. میخوایم بگیم تعدادی دوست مؤنث میگیم دل امیکا. اوکی. به همین سادگی بچه ها آرتیکل نامعین ما خیلی راحت تر از معین، چون از معین فکر میکنم شاید ایده کمتری داشته باشیم، ولی این هم چون بعد از این ویدیو هم هست بیشتر دستتون اومده که چجوری باید کار بکنیم. و اگر ویدیو تا الان و کانال رو سابسکرایب نکردید میخوام ازتون که کانال سابسکرایب بکنید، چون هر دفعه ما یک ویدیوی آموزشی و متفاوتی خواهیم داشت. ویدیوهای بعدیمون هم در ضمن سورپرایز خواهد بود برای شما. خب حالا یه
کلمات داشتیم که با یه سری حروف خاص مثل ناخالص شروع میشد، مثل استودنت با زتا شروع میشد، مثل زیو با پی اس شروع میشد، مثل پسی کولوگو با ایپسیلون شروع میشد، مثل یوگورت. پس تمام کلماتی که با اس ناخالص شروع بشه، با زتا شروع بشه، با پی اس شروع بشه، ایپسیلون شروع بشه، ولی یه سری حروف دیگه که بعد به مرور باهاش آشنا بشیم، تمام اینا تو آرتیکل‌های شناخته شده لو میگیره. تو آرتیکل‌های ناشناس چی میگیره بچه‌ها؟ الان براتون میگیره اون نو. اوکی، پس اونو استودنته، یک دانش آموز پسر. ببینید مفرد بشه، مذکر باشه، برای حروف داشته باشه ها. مثلا اونو زیو، خب اونو یوگورت و همه اینا اونو میده. حالا ما همین تعدادی دانش آموز، تعدادی عمودایی چی میگیم؟ میشه دلی. خیلی بالایی هست، دلی استودنتی، دلزی. اوکی، ولی اگر این حروف با این حروف شروع بشه، مفرد مؤنث باشه، اونا میشه. مثل اینجا بنویسم تو بهتر، مثل اونا استودنتسا، یا مثلا اونا زیا، دیگه اونا میگیره. اوکی، خب به همین شکل اینا استفاده میشه. حالا بریم چند تا مثال بزنیم که استفادهش رو یاد بگیریم، به خصوص اون تعدادی ها رو. اون تعدادی ها رو خیلی کار برده و هر جا که بگیم میخوایم بگیم تعدادی یا چیزی، از اینا استفاده میکنیم. حالا اینا پس مفردش مثلا یک چیزی یا یک چیز ناشناخته یا یک عدد یه چیزی بود استفاده میشه. حالا بگیم مثلا توی تهران تعدادی میخوایم بگیم موزه وجود داره. بگیم اتهران چی سونو وجود دارن. حالا موزه، اون موزه خب مفرد مذکره، اون میگیره. گفتیم اگه بخوایم بگیم تعدادی، اون ما تبدیل به دی میشه، دی موزه. پس میگیم اتهران چی سونو دی موزه، تعداد موزه وجود داره. حالا میخوام بگیم من چند تا پسر میبینم، چند تا دختر بگیم که مؤنثش رو مثال بزنیم. اینو ریدو میبینم، ریدو از فعل ودره میاد به معنی دیدم. حالا دختر چی میشه؟ میشه اونا رگتسا، یه دختر. خب پس مفرد مؤنثش میشه اونا، جمعش میشه یوفردو دل رگتسه. من تعداد دختر میبینم به همین شکل. یا مثلا توی این خیابون تعدادی ماشین وجود داره. ماشین چی میشه بچه؟ میشه اونا مکینه، جمعش چی میشه؟ دل مکینه. پس میگیم این کوستا استرادا، در این خیابون وجود دارند. همون چیسونو میشه چیسونو دل مکینه، تعدادی ماشین وجود داره. به همین راحتی. حالا میخوایم بگیم من مقداری گوجه فرنگی میخوام، بگیم دی پومودوری. برای شما قابل شمارش، غیر قابل شمارش هم استفاده میشه. خب به همین راحتی مثالهای مختلف بزنیم، باهاش جمله سازی‌های مختلف بکنید تا بشه ملکه ذهنتون و از اون استفاده بکنید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و منتظر ویدیوهای من باشین. و در آخر یادآوری میکنم اگر کانال رو سابسکرایب نکردید بکنید، زنگوله رو بزنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.
براتون آرزوی موفقیت میکنم تا بعد. چاو چاو.